بچه‌ها چطورید؟ من امروز اومدم خریدام بهتون نشون بدم. این مدت که اینجا بودم کلا اینجوری بود که هر چی می‌خریدم زنگ می‌زدم به دوستام نشون میدادم و کلی با هم ذوق می‌کردیم و گفتم که شاید برای شما جالب باشه که من چیا خریدم. البته یکی دلایلی که برای دوستام جالب بود که خب بغداد جا برای خرید داره، ولی خب یک سری خریدها رو هم من در آنتالیا کردم، اونا رو هم بهتون نشون میدم. اول از همه می‌خوایم از آخر به اول شروع بکنیم، یعنی از چیزایی که دیشب خریدم از بغداد. کفشای آلدو. آقا من دلم خواست که یه برند بهتر واقعیتش از آلدو بگیرم، ولی اینجا خیلی چیزی نداشت، فقط گس داشت که وای از گس چقدر برند کدیه، نمیدونم چرا. یعنی هر چی توش گشتم این آرم گس و انقدی رو همه چی زده بود. من الان فرمالیته رو در پیش دارم برای عروسی و کلا نمیدونم چی میخوام بپوشم، ولی یه ست مشکی خریدم. کی واسه فرمالیته ست مشکی میخره نمیدونم، ولی به هر حال یه ست مشکی از ایران گرفتم، یعنی سفارش دادم. اینم از آلدو گرفتم، خیلی تو پا خوشگله بچه‌ها، واقعا دوستش دارم. ولی از ایناست که اینجاهاش احتمالا خط میافته چون چرمه و اینا، ولی خب دوستش داشتم دیگه. اینو گرفتم، آف خورده بود و شده بود 93,000 دینار. اویشو، این کیف اویشو رو خریدم دیشب و این هم تقریبا 100,000 دینار، باز نمیدونم چقدر میشه. بعد این شکلیه که من هم بذار اینو بیارم سب کنیم. از میزان تنفر من نسبت به این توت بگ الو یوگا احتمالاً به خاطر اینستاگرام در جریانش هستید. اگر نمیتونید برید در اینستاگرام ببینید، کلا یه پست وایرال در مورد اینکه الو یوگا چقدر چرته دارم و خلاصه اینو خریدم که دیگه اونو دستم نگیرم. واقعا هیچ چیز جایگزینی نداشتم، ولی اینم خیلی کوچیکه احساس میکنم، کلی جیب و کلی قسمت‌های مختلف داره می‌بینید و از این نظرات خیلی میتونم همه چیمو جدا کنم. همین بغلاش 2 جیب داره، کلا خیلی خوبه، ولی من احساس میکنم که بازم باید 2 کیفه برم باشگاه، ولی به خاطر که من تو این باشگاهی که اینجا میرم دوش میگیرم و کلی چیز میز با خودم میبرم، یعنی همه چی با خودم میبرم. از اویشو دیشب این مایو قرمز رو خریدم، خیلی بامزه است. اینم آف خورده، بالا تنش 32,000 تا، پایین تنش هم 32,000 تا. خیلی تکسچرش بامزه است، ببینید خیلی خوشگله. این تیشرت رو گرفتم، میخوام نشونتون بدم. اینم گرفتم، اینم یه تیشرت دیگه است. اینا 32,000 دینار بود، یعنی این و این. این روش چی نوشته؟ این ورش نوشته Don't follow me I'm lost too، پشتش هم همین نوشته. اینجا کلا تو باشگاه خیلی خانوما چیز نمیپوشن، برا ورزشیانه نمیپوشن، میپوشن ها. حتی من دیدم یه سریاشون بادی و اینا میپوشن، ولی کلا خیلی اینجا کولر زیاد میزنن و خود من با نیم تنه یخ میکنم و اصلا بدن آدم گرم نمیشه دیگه. به خاطر همین تیشرت میپوشن. اینو بیشتر برای باشگاه گرفتم که تو باشگاه رو پوشم. اما خریدهای 4-5 روز گذشتم، اینا رو پس دیشب خریدم. 4-5 روز گذشته چیا خریدم؟ آقا اینجا یک حراج خیلی خفنی بود که فکر کنم تو ولاگ قبلی دیدینش و من اصلا انقدر شلوغ بود که نمیخواستم برم توی هیچ کدوم از مغازه ها، ولی همینجوری رفتم تو استرادیواریوس، دیدم چه تاپ های خوبی داره دیگه. خلاصه کلی تاپ و پیرن و اینا انتخاب پوشیدم و اینا رو از بینش انتخاب کردم. یکی اینو گرفتم که از این پشتگردنی هاست و یه ذره کوتاهه همونطور که میبینید و خیلی تو تن خوشگله، خیلی زیاد. این 19,000 دینار. و این رو گرفتم، این از این مدل های ژاپنی هاست بچه ها که الان مد شده. میبینید این جلوش یه حالت سوراخ‌طوری داره و اینم خیلی خوشگله به نظرم، هم با شلوار جین احتمالاً قشنگه، هم با مثلا یه دامن سیلک مشکی که اصلا واقعا دامن سیلک مشکی چیزی که خیلی دنبالشم و پیدا نمی‌کنم. اگر پیدا کردید برای من بفرستید لطفا. اینم
باز دوباره همون مدل ژاپنیه. میبینید دکمه هاش چجوریه، این مدلیه، گره‌ایه و خیلی خوشگل بود. اینم به نظرم با دامن سیلک مشکی خیلی خوشگل میشه، ولی خب فعلا نداریم گزینه. این رو هم از استرادیواریوس گرفتم که چین بگه و زدم به این لانشامه این شکلی. از استرادیواریوس دیگه گوشواره خریدم، هیچی اکسسوری نیاوردم، یعنی من حتی حلقه‌مو نیاوردم. خیلی جالبه، نمیدونم چرا، البته میدونم چرا، ولی خب همونطور که در ولاگ‌های قبلی دیدین انقدر که من کار داشتم و حالم بد بود و اینا، اصلا اسباب وسیله‌مو درست حسابی جمع نکردم. بچه‌ها زارا آشغال ترین بود، یعنی این چند وقت از بهار که من هر وقت به زارا رفتم، چه در ترکیه چه اینجا، هیچی نداشت، هیچی، یعنی داغون بود. تنها چیزی که گرفتم یه دونه تاپ این شکلی خیلی بیسیک که همین دیگه، اینم فکرم 17,000 دینار، یعنی فقط تونستم اینو از زارا بگیرم. افتضاح بود. بریم به روز آخر سفر آنتالیا و خریدهایی که از گرما مجبور شدیم بکنیم. اون قسمت روبروی در واقع اولد تاون یه سری مغازه خیلی بامزه بود که خیلی جنسای خوبی داشت. مثلا این اسمش مودالاین پارک بود اسم برندش. مثلا این شلوار خونکا رو 1000 لیر من گرفتن و خب خیلی خوب بود به نظرم، یعنی البته نپوشیدمش هنوز ولی خیلی خونک و راحته و خوراک بغداده. و این رومایایی کیوت ببینیدش چقدر کیوته، اینجوری بسته میشه این دامن، خیلی قشنگه، خیلی دوستش داشتم. چند گرفتم؟ این 300 لیر. این از یه برند دیگه است، دارمیان. اینا این که بجاشون رو کندم رو نمیدونم چند خریدم. این از بوسن، یه باز مغازه دیگه بود بینام و نشون، ولی اینم خیلی من پوشیدمش تو بغداد، اگه دیده باشید تو بلاگ. اینم یه پیرن بیسیکه خیلی بامزه. یه ذره این کمربندش رو دوست ندارم که حالا باید یه کمربند دیگه براش بگیرم، ولی فعلا با همین کمربنده پوشیدمش و خیلی خوب بود. نمیدونم چرا تو ویدیو انقدر چروک به نظر میاد، حالت واقعی انقدر چروک نیست. این تاپ هم که از اینایی که این لبه هاش تور داره، اینم از همون دارمیان گرفتم و هنوز نپوشیدم. اینم قیمتش 300 لیر. واقعا خیلی برندهای بامزه و خوبی بودن و این جنسش خیلی خوبه، نمیدونم میبینید یا نه. خب حالا من روز اول سفرمون که استانبول بودیم باز رفتم کتون روز آخر و چون هیچی لباس با خودم نبرده بودم باز کلی خرید کردم. یکی از چیزایی که خریدم این دامنه بود و خیلی خوشگله، یعنی اینو توی آنتالیا پوشیدم و تو ولاگش دیدید، با این شومیزه که ذره کوتاهه و خیلی بامزه است، یعنی اینو حتی تهران هم میشه پوشید. اینا رو واقعیتش قیمتاشو اصلا یادم نیست. یادم نبود که از آنتالیا اون شبی که رفتیم و حراج بود من این پیرن منگو رو خریدم که عاشقشم، یعنی کلی عکس باهاش گرفتم تو آنتالیا و خیلی خوشگله. یعنی خب این برندها این چند مدت خیلی خال خالی زدن دیگه، همه چی خال خالی و این واقعا خوشگل ترین پیسی بود که من در همه این برندها دیدم از خال خالی. از منگو این شلوار جینرم گرفتم که چون بلنده خیلی ساده است و مدلش هم واید لگ لو ویست رگولر فیته، یعنی دیگه واقعا رگولر ترینه. اینم تو حراج شده بود 1300 لیر. قبل حراجش رو نمیدونم چون 2 بار حراج خورده، میبینید قبلا 2000 لیر بوده بعد شده 1300 لیر، قبل ترش یعنی قیمت اصلیش چیز دیگه بوده. وای بچه ها این دامنم رو یادم رفته بود، اینم خیلی خوشگله، یعنی گفتم که اون خال خالی ولی این خال خالی هم خیلی خوشگله. اینم از کوتون گرفتم همون تو استانبول و اینم من توی آنتالیا پوشیدم و خیلی دوستش داشتم خیلی.
خب این تاپر رو میبینید چجوریه. اینو خیلی راهش رو دوست نداشتم، ولی به خاطر این شلوارکه که الان نشونتون میدم اینو خریدم. آقا این شلوارکه فاقش کوتاهه، یعنی شلوارکه ولی مدلش دامنه و منو یاد برادز هم مینداخت. یعنی من بچه که بودم یه برادز داشتم و اون یه همچی چیزی پاش بود و من انقدر اینو دوست داشتم که کمربندش هم همینه که بستم به شلوارم. بسون بدم. اینه کمربندش، الان من بستم به این شلوارم، ولی این یه کمربند اینجوری هم داره و با اون تاپه خیلی دوست داشتم. اصلا دلم میخواد یه کلاه کابویی بگیرم براش و یه مثلا کمربند از این حلقه گنده ها بعد باهاش برم مثلا یه فستیوالی چیزی. خیلی اینو دوست داشتم. اینم تو آنتالیا پوشیدمش، خیلی بامزه است. اینم یه تاپ خیلی ساده است، باز اینم از کتون گرفتم همین نپوشیدم. اینو گرون خریدم. چرا؟ اینو 900 لیر خریدم. به نظرم با توجه به چیزایی که خریدم این گرون بوده، ولی خب یه آیتم بیسیکیه که همیشه میشه که بپوشیم. این بود از خریدای من. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و اینکه خیلی خوشحالم که اینجایین. مرسی که این ویدیو رو تا ته نگاه کردین.